سلام به همه همراهای عزیزم. من مهرنوشم و اینجا کانال خلاصه کتاب با مهرنوشه. خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم ویدیو امروز کلی تو زندگی براتون موثر باشه. خب عزیزان، تو این ویدیو میخوام براتون یکی از پر سر و صدا ترین کتاب های برتر دنیا رو بگم به نام هنر ظریف بیخیالی از مارک منسن. کتابی که نمیاد قشنگ حرف بزنه و قند تو دلت آب کنه، برعکس یه سیلی میزنه و میگه ببین تو نمیتونی به همه چیز اهمیت بدی، پس انتخاب کن به چی اهمیت بدی و به چی بیخیال باشی. همین نکته ساده میتونه زندگی تو از استرس و هرس بیاره بیرون و یه زندگی واقعی تر با کلی آرامش بسازه. پس اگه دوست دارین خلاصه کتاب‌های برتر و کاربردی ترین مطالب دنیا رو به ساده ترین شکل ممکن بشنوین، لطفاً همین الان منو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. اگه تا حالا فکر میکردید خوشبختی یعنی همیشه مثبت فکر کنی، هیچ وقت هم نگران نباشی و هر چیزی که میخوای رو با تمرین کردن به دست بیاری، ببخشید که اینو میگم اما احتمالاً چند سالی هست که دارید به اشتباه زندگی میکنید. مارک منسن میگه راز خوشبختی این نیست که همیشه چیزهای خوب رو تجربه کنیم. مسئله اساسی اینه با چیزهای بد خوب کنار بیایم و باور کنید این جمله کلید ماجراست. ببینید دنیا ما رو با یه سری پیام بمباران کرده. همیشه لبخند بزن، هیچ وقت تسلیم نشو، تو لیاقت بهترین ها رو داری. اینها انگار یک قانون اجباری وضع کردن که ما باید حتما حالمون خوب باشه. مشکل اینجاست هر وقت تلاش میکنی وانمود کنی که حالت خوبه، در واقع به مغزت پیام میدی که من اصلا خوشحال نیستم، من حالم خوب نیست. پس باید بیشتر تلاش کنم تا خوشحال باشم، تا حالم خوب باشه. این یه چرخه معیوب ایجاد میکنه. شما اگه دستت بشکنه نباید با خودت بگی آخش چه فرصت خوبی برای استراحت کردن دارم. باید بگی لعنتی دستم شکست و درد میکنه و این طبیعیه. مارک منسن میگه پذیرش درد و رنج اولین قدم برای داشتن یک زندگی ارزشمنده. نکته اصلی اینجا شروع میشه. منسن میگه زندگی یک میدان مین از مشکلاته. شما نمیتوانید از مشکلات فرار کنید، فقط همیشه در حال انتخاب یک سری مشکل هستید. تنها تفاوت اینه که دوست دارین درگیر کدوم مشکلات باشید. آیا میخواهید مشکل نداشتن پول و کار زیاد رو داشته باشید یا میخواهید مشکل مدیریت یک کسب و کار موفق و مسئولیت‌های سنگین رو داشته باشید؟ هر دوی اینا مشکل هستند، اما ارزش و نتیجه نهاییشون کاملا متفاوته. هنر بیخیال بودن در واقع در مورد اهمیت دادن به چیزهای درسته، نه در مورد بی‌تفاوت بودن نسبت به همه چیز. دوستان، اهمیت دادن انتخابیه. ما منابع محدودی از توجه و انرژی رو داریم. بیخیال بودن برای منسن یعنی انتخاب اینکه انرژیت رو برای چه چیزی هدر ندی. شما نمیتونید نسبت به همه چیز بی‌تفاوت باشید، چون اگه نسبت به همه چیز بی‌تفاوت باشید خب به هیچ چیز هم اهمیت نمیدید و زندگی براتون بی‌معنی میشه. بیخیال بودن یعنی فقط برای اون دو سه تا چیزی که واقعا براتون مهمه بجنگین و نسبت به بقیه چیزها بی اهمیت باشین و برای بقیه چیزهای بی‌ارزش، چه استانداردهای اجتماعی باشه، چه سر و صدای اینترنت یا هر چیز دیگه‌ای، راحت بگی به درک به من ربطی نداره. حقیقت تلخ درباره منحصر به فرد بودن. جامعه به ما میگه تو یه کپی نیستی، تو یه الماس منحصر به فردی. اما منسن میگه نه، در حقیقت تو به طرز خسته کننده‌ای معمولی هستی و این اتفاقا خبر خوبیه، چون وقتی میپذیری که تو هم مثل میلیاردها نفر دیگه هستی، از فشار باید بهترین باشی خلاص میشی. تمام کسایی که فکر میکنید فوق‌العاده‌اند فقط در یک یا دو چیز بهتر از شما هستن و بقیه جا کاملا معمولی هن.
پذیرش این سطح از نرمال بودن آزادی عمل به ما میده تا روی انتخاب‌های واقعا مهم تمرکز کنیم. دوستان الان میریم سراغ این که چطور بفهمیم مشکلات ما واقعا ارزش جنگیدن دارن یا نه. زندگی پر از مشکل هاست و ما همیشه باید انتخاب کنیم با کدوم مشکل کنار بیایم. اما نکته مهم اینه که معیار و انتخابمون چیه. بیشتر رنج‌های زندگی از همینجا شروع میشن. از اینکه به چه چیزهای اهمیت میدیم که ارزش واقعی ندارن. وقتی انرژی و توجهمون رو صرف مسائل بی‌ارزش میکنیم، نتیجهش چیزی جز استرس، پوچی و احساس جهنمی شدن زندگی نیست. پس باید یاد بگیریم درست انتخاب کنیم و بفهمیم کدوم درد و رنج ارزش تحمل کردن رو دارن و کدوم ها رو باید بیخیال بشیم. لذت گرایی. اکثر مردم فکر میکنن هدف زندگی رسیدن به لذت‌های بیشتره. پول بیشتر، جنس بهتر، تفریح بیشتر. منسه میگه این یک دام بزرگه. لذت یک فیدبک سطحیه. مثل یک اثر جانبی است، نه هدف نهایی. وقتی تنها معیار شما لذت باشه، اولین باری که به مشکل برمیخورید، مثلا شکست در کسب و کار یا پایان یک رابطه، فوراً تسلیم میشید. چرا؟ چون سختی کشیدن با لذت متضاده و جور در نمیاد. اگه لذت هدف اصلی باشه، سختی کشیدن دیگه ارزشی نداره. مارک منسن پیشنهاد میکنه که ما باید ارزش‌های خودمون رو بازبینی کنیم. ارزش‌های خوب اون چیزهایی هستن که شما میخواهید در زندگیتون پرورش بدید، صرف نظر از نتیجه فوریشون. ارزش خوب باید واقع‌گرا و قابل کنترل باشه. شما نمیتونید کنترل کنید که چقدر پول در میارید، اما میتونید کنترل کنید که چقدر سخت کار میکنید. ارزش خوب باید بر پایه واقعیت باشد، نه توهم. صداقت یک ارزش خوبه. اینکه همه منو تحسین کنن یک ارزش توهمی. و ناگفته نمونه، ارزش خوب همیشه با درد و مسئولیت زیادی همراهه. شما باید عاشق فرایند باشید، نه فقط نتیجه. اگه فقط عاشق درآمد $1,000,000 هستید اما از فرایند سخت کار کردن بیزارید، شکست میخورید. اگه عاشق یادگیری یک زبان جدید هستید، سختی حفظ کردن لغات براتون دردیه، شیرین و قابل تحمل. این همون هنر ظریف بیخیال بودنه. بیخیال سختی های مسیر بشید، چون عاشق مقصد و ارزش پشت اون سختی ها هستید. اگه معیارهای شما اشتباه باشن، چه اتفاقی میفته؟ وارد یه چرخه معیوب میشید. نادیده گرفتن مشکل اصلی، چون نمیخواین درد بکشید، مشکل اصلی رو نادیده میگیرید. اهمیت دادن به مشکل فرعی، چون نمیتونید نسبت به هیچی اهمیت ندین. انرژیتون رو صرف فیلم دیدن بیش از حد یا درگیری های کوچک و غیبت کردن میذارید. احساس برتر. این مشکلات فرعی ارزش های ما نیستن، پس وقتی درگیرشون میشیم احساس پوچی میکنیم. میرسیم به بحران هویت. چون زندگیمون پر از مشکلات بیارزش شده، احساس میکنیم که زندگیمون بیارزشه. بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم. مسئولیت. راستش بیشتر ما از این کلمه فرار میکنیم. جامعه هم یه دروغ بزرگ بهمون گفته. قربانی باشیم بهتره. ولی واقعیت اینه که تا وقتی که حس قربانی بودن رو ول نکنیم، هیچ قدرتی برای تغییر زندگیمون نداریم. حالا فرق مسئولیت و تقصیر خیلی مهمه. تقصیر یعنی کی باعث شده یه اتفاق بیفته، اما مسئولیت یعنی الان تو تصمیم میگیری با اتفاقی که افتاده چی کار میخوای بکنی. حتی اگه تقصیر تو نبوده، بازم مسئول واکنشات و انتخابات خودتی. و زمانی که اینو متوجه بشیم، تازه میفهمیم قدرت واقعی دست خودمونه، نه دست دیگران. مسئولیت در مقابل تقصیر. فرض کنید رئیستون بدون هیچ دلیل منطقی شما رو سرزنش میکنه و سر جلسه آبروی شما رو جلوی همه میبره. آیا این تقصیر شماست؟ خیر، تقصیر رئیس بی‌فرهنگ شماست.
آیا شما مسئول واکنش خودتون هستین؟ بله کاملا. شما نمیتونین کنترل کنی که چه اتفاقی در دنیا میفته، اما همیشه مسئول واکنش، تفسیر و قدم بعدی خودتون هستین. ببین، اگه توی رابطه سمی هستی، رفتارهای ناسالم از طرف مقابل شروع شده و تقصیر اونه، ولی یه نکته مهم اینجا هست، اینکه تو تصمیم میگیری بمونی یا نه. اگه برای اینکه یه آرامش ظاهری و کاذب داشته باشی انتخاب میکنی که بمونی، اون انتخاب 100% با توه. تا وقتی مسئولیتش رو قبول نکنی، اون فرد همچنان قدرت داره که زندگی تو رو کنترل کنه. وقتی مسئولیت رو بپذیری، یعنی قدرت رو از دستش میگیری و کنترل زندگیت رو هم پس میگیری. وقتی مسئولیت و شکست را میپذیرید، دیگه شکست یک نقطه پایان نیست، بلکه تبدیل به یک بازخورد برای بهبود معیارها و ارزش‌های شما میشه. اگه همیشه دنبال مقصر بگردید، در واقع دارید به اون شخص قدرت میدید که آینده شما رو دیکته کنه. دوری از گفتن من خوبم تو بدی. انسان‌ها عاشق اینن که بگن من خوبم، مشکل از توه. این مکانیزم دفاعی ماست. پذیرش مسئولیت یعنی نگاه کردن به آینه و گفتن آره، من هم در این مشکل نقش داشتم، حتی اگه نقشم فقط انتخاب کردن طرف مقابل بوده باشه. اینجاست که قدرت واقعی آزاد میشه. همونطور که گفتیم، ما درد رو خودمون انتخاب میکنیم، اما همه دردها مثل هم نیستن. درد خوب یعنی سختی هایی که انتخاب میکنی تا رشد کنی، مثل یاد گرفتن یه مهارت جدید، ورزش کردن یا ساختن یه رابطه واقعی بر پایه صداقت. این دردها تو رو قوی تر میکنن. درد بد هم یعنی دردهایی که فقط وقت و انرژیت رو میگیرن بدون اینکه نتیجه خوبی داشته باشن، مثل عصبانیت‌های بی پایان، حسادت، ترس از دست دادن یا تلاش برای اینکه همه را راضی نگه داری. این دردها فقط تو رو خسته و کوچیک میکنن. بی خیال بودن یعنی از دردهای بی ارزش دوری کنی و شجاعت داشته باشی که دردهای خوب را انتخاب و تحمل کنی. حالا میرسیم به بخش آخر کتابمون. اینجا میخوایم ببینیم چطور میشه همه این مفاهیم رو تبدیل کرد به یه زندگی بهتر و انتخابهای بزرگتر. همه این حرفا یک نکته مشترک دارن: حقیقت مرگ. واقعیت اینه که روزی هممون میمیریم، شاید امروز، شاید 50 سال دیگه. مارک منسن میگه این حقیقت تلخ میتونه یه محرک فوق‌العاده باشه. وقتی بفهمیم زندگی موقته، میتونیم ارزش‌های واقعی چیزهایی رو بفهمیم، زندگی رو در مقیاس درست ببینیم و تصمیم‌های بزرگتر و بهتری بگیریم. وقتی به مرگ فکر میکنید، بسیاری از نگرانی‌های کوچیک روزمره شما ناگهان بی‌معنی میشن. آیا واقعا مهمه که فلانی در شبکه اجتماعی در مورد لباس شما چه فکری کرد؟ آیا واقعا مهمه که امروز در کارتان به آن تقدیر کوچیک نرسیدید؟ وقتی از نمای بالا به زندگیتون نگاه میکنید، فقط اون چیزهایی باقی میمونه که واقعا برای شما ارزش داشته. اینجاست که دوباره به هنر بیخیال بودن برمیگردیم. بیخیال بودن یعنی درک این که اکثر چیزها اصلاً مهم نیستند. شما فقط باید چند تا چیز رو انتخاب کنید که واقعا مهم باشن و بقیه رو رها کنید. ما اغلب خودمون رو مرکز جهان میدونیم. فکر میکنیم مشکلات ما بسیار بزرگ، منحصر به فرد و مهمتر از مشکلات بقیه است. منسن این رو خودمحوری بیمارگونه میدونه. سعی کنید چند لحظه به عظمت کیهان فکر کنید. میلیاردها ستاره، سیاره، بی نهایت کهکشان و ما فقط یه ذره گرد و غبار روی یه سیاره کوچیکیم. این فکر اولش شاید سنگین به نظر بیاد، اما در واقع میتونه بهت قدرت بده، چون وقتی اینقدر کوچیکی دیگه چرا باید وقتت رو سر چیزهای بی اهمیت هدر بدی؟
بزرگی جهان یه چیز مهم یاد میده. فروتن باش، اما مسئولیت کارهای کوچیک روزمرت رو جدی بگیر، چون همین کارهای کوچیک میتونن بزرگترین تغییرات رو توی زندگی شما بسازن. آخرش هممون یه سوال مهم داریم. میخوایم وقتی به عقب نگاه میکنیم چه چیزی رو به یاد بیاریم؟ میخوای داستان زندگیت پر از نگرانی ها، فرار از درد و سرزنش بقیه باشه؟ یا میخوای داستانی بسازی که توش با همه سختی ها جنگیدی، مسئولیت زندگی تو پذیرفتی و روی چیزهایی تمرکز کردی که واقعا برات مهم بودن؟ هنر ظریف بیخیالی به ما یاد میده که زندگی داشتن تجربیات مثبت نیست. زندگی درباره انتخاب درست برای رنج کشیدنه. ما باید از این که به مشکلاتمون اهمیت میدیم نترسیم، بلکه باید مراقب باشیم که فقط به مشکلات درست اهمیت بدیم. بی خیال چیزهای بی اهمیت شید تا بتونید با تمام توان برای چیزهای مهم بجنگید. یادت باشه زندگی کوتاه‌تر از اونیه که برای هر چیز بی ارزش هرس بخوریم. پس بی خیال بی خودی ها باش، ولی نسبت به آدم های با ارزش و چیزهای مهم زندگی حساس. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. من مهرنوشم و اینجا کانال خلاصه کتاب با مهرنوشه. امیدوارم خلاصه کتاب هنر ظریف بیخیالی براتون هم لذت بخش بوده باشه، هم مثل یه تلنگر نگاهتون رو به زندگی کمی تازه کرده باشه. با من همراه باشین تا هر بار از دل یک کتاب چند دقیقه حال خوب و حرفای ماندگار رو با هم تجربه کنیم. لطفا منو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون به هم انگیزه بدین. نظرتون در مورد این کتاب و تجربتون از بیخیالی رو هم حتما توی کامنت ها بنویسید، چون شاید حرف شما شروع داستان ویدیو بعدی ما باشه. شما را تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ میسپارم. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. خدا نگهدار.